و اینا در داشتن ایمان فریب خوردن، اینا به خطا رفتن. قرآن برای ما در طی آیات مبارک بازگو میکنه که خداوند میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من الناس من یقول آمنا بالله فاذا اوذی فی الله. سوره عنکبوت. و اذا اوذی فی الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. از جمله مردم کسایی هستند که میگن آمنا بالله، ایمان آوردیم به الله، ایمان داریم به الله، و وقتی که یک سختی و یک مشکل بر سرشان بیاید یا وقتی که نفس و شهواتشان تحریک شود، دیگر باز مسئله ایمان مطرح نیست، از ایمان باز میپراین، از دایره ایمان، از اصول ایمان، از خطوطی که ایمان برشان ترسیم کرده یکی بعد دیگری عدول میکنن و میپراین و خارج میشن و در دایره کفر خود را داخل میکنن و اونا یک امتحان، یک مشکل، یک سختی که از مردم برشان میه فکر میکنه که مثل عذاب خدا هست، خلاص دیگر راه را ترک میکنن، میگذارن. و این چنین ایمان که تنها به زبان باشه و در عمل ازش نباشه درد انسان را درمان نمیکنه. برادر و خواهر کنیم، نباید فریب اغوای شیطان را بخوریم، نباید شیطان ما را فریب بده، نباید شیطان ما را گمراه بسازه. اگر ایمان تنها به زبان می بود، اگر تنها ایمان ادعایی می بود که انسان به زبان میکرد، ببینیم پیغمبر صلی الله علیه وسلم را چقدر تعب و تکلیف را میکشید، چقدر جد و جهد میکرد برای رساندن پیغام خدا. اونایی که در مدرسه پیغمبر صلی الله علیه وسلم اصحاب مبارکش تربیت یافتن، ببینیم که چقدر نارامی و ناراحتی را متقبل می شدن، چقدر بحث و سعی و تلاش می کردن تا این دین را برای بشریت برسانند. چون اونا از مربی و معلم بزرگ انسانیت سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم آموخته بودند که مأموریت انسان، رسالت انسان امی هست که به عنوان بنده مسلمان باید در راه اسلام جد و جهد بکنه و عملا نشان بده که یک مسلمان است و راه اسلام را در خود داره. بفرمایید تلویزیون صدای افغانستان. بله بله. تلاش میکردن و سعی میکردن که اسلام را در زندگی عملی خود برای مردم تفهیم بکنن و برای مردم نشان بدن. اسلام از یک طرف اخلاص و محبت و راستی و صداقت را در داخل وجود انسان با الله جل عظمته ایجاد میکنه و از طرف دیگر اخلاص و محبت و صفا و راستی را با افراد جامعه، با محیط و ماحول ایجاد میکنه و مطرح میکنه و در میان میاره. انسان گفتیم که اسلام از یک طرف انسان را با داخل وجودش آشتی میسازه. اگر ایمان آمنا بالله کفایت میکرد و انسان را میتونست که سعادتمند بسازه، خب منافقین همیشه ادعا میکنن که آمنا بالله، ایمان داریم به الله. در هر مقطعی میگویند که ایمان داریم به الله، ولی در زندگی و در عمل خود هیچ آثاری از این ایمان را نشان نمیدن. قرآن نفی میکنه ایمان از اونا را. قرآن میگه که ادعایی را که اینا میکنن و من الناس من یقول آمنا بالله و ما هم بمؤمنین. اونایی که گفتن که رب ما الله هست در حالی که ایمان ندارن، ایمان از اونا صادقانه نیست. ایمانی از اونها ایمان حقیقی و ایمان واقعی نیست. بله بفرمایید. لذا برادر و خواهر عزیزم، ایمان امو هست که یک نور و یک چراغی هست که در داخل وجود انسان روشن میشه و سپس در عمل انسان ظاهر میشه و در عمل انسان میتونه او رو پیدا بکنه و نشان بده. بله بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام. بله سر بفرمایید. الحمدلله. خب ما در پروگرام هستم، اگر سوال دارین بفرمایید الا باز گپ میزنیم.
اسلام و قرآن برای ما ترسیم میکنه که یک مسلمان چی راهی را در زندگی خود برای خود انتخاب بکنه و چی راهی را داشته باشه. و کسایی که با اخلاص، با صدق و با راستی زندگی کردن و راه خود را در پرتو هدایات الهی ترسیم کردن، چی در بین مسلمان ها، چی در بین امت محمد صلی الله علیه وسلم و چی کسایی که حتی پیش از رسول الله صلی الله علیه وسلم در امم پیشین بودن، اونا هم بله بفرمایید. تلویزیون صدای افغانستان. بله. و اونایی که در مسیر اسلام و در مسیر حق و در مسیر نور زندگی کردن، خداوند جل عظمته بر از اونا بله بفرمایید. تلویزیون صدای افغانستان. بله. اونا در پرتو زندگی و در مسیری که برای خود انتخاب کرده بودن و استقامت کردن در مسیر ایمان، خداوند آثار از اونا را در بین اجتماع و در بین محیط و در بین ماحول باقی میمانه و باقی میگذاره. حدیث است از ابن عباس رحمهم الله. حضرت ابن عباس، عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما، حدیث را روایت میکنه از پیغمبر صلی الله علیه وسلم که رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید که وقتی که ما در شب معراج به معیت حضرت جبریل علیه السلام به دعوت و ضیافت از سوی الله جل جلاله روان بودم، یک خوشبویی به مشام مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم میرسد و سپس رسول الله صلی الله علیه وسلم پرسان میکنه که فقلت یا جبریل ما هذه الرائحة الطیبه. میگه من پرسان کردم از حضرت جبریل که یا جبریل این رائحه و این بوی بسیار خوب و پاک چی است؟ حضرت جبریل گفت که این بوی ماشطه و شانه ابنت فرعون و اولاد خاص. گفت که این بوی از کسی که مسئولیت آرایش و صفایی و زیبایی و تزیین دختر فرعون را داشت و اولادای فرعون را داشت، ای از بوی شانی از او هست. یا لعجب. زمان فرعون را ببینین و زمان بعثت پیغمبر صلی الله علیه وسلم را ببینین و سپس سفر معراج رسول کریم صلی الله علیه وسلم را ببینین. خداوند اینطور قدردانی میکنه و نشان میده و پیغمبر صلی الله علیه وسلم به عنوان معلم و مربی و رسول خدا جل عظمته برای ما تفهیم میکنه که اعمال صالح را اگر در زمین انجام میدیم پیش خداوند ضایع نمیشه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگه از جبریل پرسان کردم که این جریان چی بوده؟ یک کسی که آرایشگر دختر فرعون بود کی بود و چی صفات داشت؟ حضرت جبریل میگه که کسی که آرایشگر دختر فرعون بود و موهای دختر فرعون را تزیین میکرد و تجمل میکرد، روز شانه از دستش مفته. وقتی که شانه از دستش مفته بسم الله میگه و بسم الله میگیره. دختر فرعون میگه که ابی، میگه که می کلمه را گفتی پدرم است، به نام پدرم گرفتی؟ میگه نی ربی و رب ابیک، نی میگه پروردگار ما الله ما و الله پدر تو، معبود بر حق ما و معبود پدر تو. میگه من پدر خود خبر میتونم بگی؟ میگه که میتونی خبر بدی. ایمان است، استقامت است و استواری در مسیر ایمان است. وقتی که دختر فرعون میره برای فرعون میگه که جریان را بازگو میکنه و داستان طویل است. فرعون میخواه این خانم را و این زن را و ایمان آورده به حضرت موسی علیه السلام، ازش پرسان میکنه که الکی رب سوایه، از او پرسان میکنه که ان لکی ربا غیری، آیا غیر از من دیگه تو پروردگاری داری، رب داری؟ قالت نعم، گفت زنکه بسیار خونسرد وادی که بله، ربی و ربک الله، پروردگار ما و پروردگار تو الله جل جلاله بود. او کسی که ما تو را پیدا کرده و شایستگی عبادت را داره، ما را پیدا کرده، تو را پیدا کرده و پروردگار ماست. یستی را برای ما و تو برای ادامه زندگی ما پیدا کرده. فرعون
همیشه باطل و اهل باطل و اهل طغیان و سرکشی وقتی که در برابر منطق حق مواجه میشه و از نظر حق نمیتونه استدلال بکنه، تهدید به مرگ، تهدید به شکنجه و تهدید به زندان و زنجیر میکنه. فرعون تهدید به مرگ میکنش، ولی این زن در قلبش ایمان داخل شده و قلب زیر پر از نور ساخته، در پرتو ایمان زندگی داره و با نور ایمان راه خود را انتخاب کرده. فرعون دستور میده یک دیگ بسیار بزرگ را میارن، دیگ مسیره و آتش را در زیر روشن میکنن و این زن را و اولادای ازیر میخواین. یکی بعد دیگری در پیش چشمای زن اولادهای ازیر در داخل امو دیگ میاندازن و ذوبش میکنن، ولی زن در مسیر ایمان خود استاده است. در امی جریان یک طفل خرد داره، طفل شیرخور داره که در بغلش است. نوبت به این طفلش میرسه و حواریون و سپاه کور و نابینای فرعون میان یکی طفلک هم بگیرن در بین دیگ بندازن. مادر در این حالت سستی میکنه. محبت مادری، احساسات مادری، عواطف مادری تحریک میشه. مادر ایمان خود پت نمیکنه، نمیگه که ایمان خود کتمان بکنم، نمیگه که به دروغ اظهار ایمان بکنم، بلکه با قوت ایمانی استاده است و میگه که ربی الله، پروردگار من الله هست. وقتی که طفلک از زیر میگیرن، این مادر سستی برش میآید و قدمهای خود را نمیتونه بگذاره و به عقب میره. این طفل زبان میکشه و میگه که یا امها، ای مادر جان، قیعی ولا تقاعسی فانک علی الحق، این مادر جان پیش برو و سستی نکو و ضعف را برد را نتی، فانک علی الحق، تو بر راه حق هستی، در راه حق استوار باش. از جمله اطفالی که در مهد و در گهواره و در صغر سن در خردی حرف میزنن، یکی هم طفلک همی زنی که مسئولیت آرایش اولادهای فرعون را داشت، طفلک ازی هست، قیعی ولا تقاعسی، ای مادر حرکت بکو و سستی نکو، قدمایت استوار بگذار، فانک علی الحق، تو بر حق هستی. ای مادر جان، عذاب دنیا بسیار آسان است و خرد است و زودگذر است نسبت به عذاب آخرت. ببینیم برادرها و خواهرای عزیزم، ببینیم اصحاب پیغمبر صلی الله علیه وسلم چه سمبول هایی از متانت و استواری بودن. ببینیم بلال رضی الله تعالی عنه تازه ایمان آورده بود، تازه میگفت که ربی الله، پروردگار من الله هست، الله رب من هست. مشرکین و اربابان زور و ظلم در بین دشتای سوزان می بردن بلال را بر روی ریکه های داغ مکه می خواباندن، بر روی سنگ های سوزان می خواباندن و سنگ های بزرگ را چند نفره می گرفتن بر سینه بلال می گذاشتن و می گفتن که فقط از ایمان با محمد بر بگرد، از ایمان به خدای محمد صلی الله علیه وسلم بر بگرد و دیگر تو را آزاد می سازیم. او می گفت که احد احد احد، خدا واحد و لا شریک است، خدا واحد و لا شریک است، خدا مثل و مانند ندارد. و حتی از عذاب بلال مشرکین خسته می شدن، یکی به دیگر تحویل می دادن مأموریت شکنجه بلال را، ولی بلال در زیر ضربه های از اینا که حتی استخوانهای بدن بلال از زیر جلد سیاه بلال استخوانهای سفیدش ظاهر می شد و احد احد می گفت. روز یک صحابی مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم از حضرت بلال پرسان میکنه که یا بلال، چطور صبر میکردی این تلخی و این سختی عذاب را؟ حضرت بلال میگه که وقتی که من محبت دین را، محبت خداوند جل عظمت او را، محبت پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم را در یک کفه زندگی قرار میدادم و این عذاب زودگذر را در کفه دیگه، اینقدر محبت و اینقدر شیرینی ایمان زیادت داشت و زیادت مرا میگرفت و زندگی ما میگرفت که هیچ مرارت و تلخی عذاب را نمیفهمیدم. یا الله عجب. حضرت خباب رضی الله تعالی عنه را ببینیم. صحابی دیگر است که مشرکین در کوچه های مکه در گردنش اسپان مندازن، امرای سنگ و چوب میزننش، اطفال را
تحریک میکنن که بزننش، به اکتفا نمیکنن. چوبها را در میتن، وقتی که قوق میشه، قوق آتش، حضرت خباب را به پشت سر قوق میخوابانن. چی میگن از او؟ میگن که از ایمان به اسلام بر بگرد، از ایمان به خدا بر بگرد، از ایمان به محمد صلی الله علیه وسلم عدول بکو بر بگرد. ولی حضرت خباب رضی الله تعالی عنه مثل دیگر اصحاب مبارک پیامبر رحمت میگفت که ربی الله، پروردگار ما الله هست، و سپس استقامت میکرد، استواری نشان میداد در ایران. روزی از روزها امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه در مدینه منوره دامن خباب را بالا می سازد و ابتداد از اصحاب مبارک است میبینن پشت خباب را. به اندازه اکثر ناخون جلد خباب رضی الله عنه سالم نیست، کل بدنش، کل پشتش با قوقهای آتش سوخته و داغهای آتش درش مانده. میگن این هم از برکت ایمان است. برادر و خواهر عزیزم، ببینین استقامت و استواری اهل ایمان را. چی شده ما و تو را که نفس ما، شیطان، لذت زودگذر دنیا فریب ما میده و از مسیر حق و از مسیر انسانیت مبراییم، از مسیر الله جل جلاله عدول میکنیم، متوجه مسئولیت های خود نمیشیم، درک نمیکنیم که ما چی مسئولیت داریم، درک از این نمیکنیم که این دنیا چقدر برای ما دوام دارد، این دنیا تا چی وقت هست، برای دیگران چقدر دوام کرد. چرا 4 روزه که زنده هستیم یک انسان صالح، یک انسان مومن، یک انسان صادق نباشیم؟ چرا با صداقت زندگی نکنیم مثل که اصحاب پیغمبر صلی الله علیه وسلم کردند؟ چرا با صفا و راستی و دوستی زندگی نکنیم؟ چرا به جای دشمنی در برابر همدیگر خود دوستی نکنیم و محبت را نشان ندیم؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم در زمره وصایای اخلاقی و تعلیمات و تربیتگاه هایی که برای مسلمان ها داشت و برای موجود داره، برای ما توضیح میکنه و تعلیم میده که میگه که از اخلاق مسلمان همی هست که یک کلمه نیک را برای دوست خود، برای برادر خود، برای خواهر خود، برای اجتماع خود، برای مردم خود میگه، و یا ای که اگر کلمه نیک نداره سکوت میکنه، اگر کلمه خیر را نمیتونه گفته سکوت میکنه. خداوند میگه رحمت میکنه بر کسایی که اونها پیش از که حرف را زبان خود بکشن متوجه کلام خود بیشن که میگه برای که میزنم این گپ چقدر به خیر است و چقدر به شر است، آیا میگه گپ نیک است یا گپ بد است، چقدر قلب ها را آزرده میسازه، چقدر مردم را به جان هم مندازه. برادر و خواهر عزیزم، مسئولیت ما و تو هست به عنوان مسلمان، به عنوان پیرو راه اسلام که در مسیر عقاید اسلامی خود زندگی بکنیم. دیروز شاید یک ثانی بودیم، برادر بسیار عزیز ما جناب عبدالرحمن جان صحبت داشتن، حمیدی صاحب در تلویزیون، و از دوستا همکاری میخواستن که کمک بکنیم تلویزیون را تقویه بکنیم. گپ‌هایی را شنیدیم از بعضی دوستا، انسان تأسف میکنه. برادر عزیزم، خواهر گرامی، چرا وسیله شر باشیم ما؟ چرا ما شر را دامن بزنیم؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم میفرماید که انسان ها 2 نوع است. یک نوع انسان ها هست که همیشه وسیله خیر هستند و هر شری را خاموش میکنن و هر خیری را ترویج میکنن، و یکی در مردم که سخت ناپسند است پیش خدا و رسولش. مردمایی هستند، کسایی هستند که اونا برعکس شر را ترویج میکنن و خیر دروازه‌اش بسته میکنن. در هر اجتماع، در هر محیط، در هر خانه اختلاف نظر یک چیز فطری در بین انسان ها هست. همونطوره که ذوق هر انسان با انسان دیگه فرق میکنه، سلیقه یک انسان با کسی دیگه فرق میکنه، به همین ترتیب نظر انسان ها متفاوت است. ولی قرآن با عنوان دستاویز بسیار قوی، اسلام هم دین عظیم است که هیچ گوشی از زندگی ما نیست که برای ما هدایت نداشته باشه. در تمام جوانب زندگی برای ما هدایات قوی داره، قویم داره، راهی را برای ما گذاشته که حل کننده هر مشکل و هر مصیبت است، به شرط از که ما قانع شویم و ما به طرف خدا و رسولش بریم. قرآن برای ما میگه که هر زمانی در چیز اختلاف کردین فردوه الی الله و رسوله، پس اما اختلافتان ببرین برای خدا و برای رسولش. برین در پیش قرآن بشینین، از قرآن ببینین حل بکنین، برین
توسط هدایات پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشکل را حل بسازیم و نباید دوستا، برادرها و خواهرای عزیزم، هر قدم زندگی ما یک امتحان است. یک ابتلا و یک امتحانی بود که خداوند دوستای ما را در این امتحان قرار داده بود که چی میگیم. ممکن ایمان داریم جناب حمیدی صاحبم برادر بسیار نیک و صالح و خوبی ما هست و همیشه بحثایی که داشته از نونیک از مدت بسیار طولانی که به صفحه تلویزیون آمده، همیشه دعوتش به طرف وحدت ملی بوده، به طرف همبستگی بوده، به طرف اتحاد مسلمان ها بوده. همچنان خواهر بسیار عزیز ما، خواهر بسیار گرامی ما سیمین جان عمر، جدوجهدی که در طول همین دوره هایی که تلویزیون ها پیدا شده، همیشه جدوجهد ازی در راه اسلام بوده و کوشیده بر قدری که توان داشته اسلام را برای مردم خود، برای خواهر و برادر خود، برای ما و تو اسلام را برسانه، پیغام الهی را برسانه، دعوت بکنه ما را به طرف خیر. اسلام و رساندن پیغام برادر و خواهر عزیزم در این نیست که یک انسان اگر عالم کامل نبود باید دین را نرسانه. نه، هر کدام ما طالب علم هستیم. اسلام یک دین بسیار وسیع است، یک دین عظیم هست. یک شمی از اسلام را داریم، یک گوشی از اسلام را میفهمیم. مسئولیت ما هست که به هم دیگر خود برسانیم و او خواهر هم در این راستا جدوجهد کرده، به قدر توانمندی خود خداوند در کفی حسناتش بگذاره، دین الهی را رسانده که مایه امید و مایه افتخار ما بوده و هست و خداوند در کفی حسناتش بگذاره. بله بفرمایید. تلویزیون صدای افغانستان. بله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشین. بفرمایید سید. سید. یقینا خداوند اجر بده. تشکر برادر گرامی. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خداوند اجر برتان نصیب بگردانه و کل ما را توفیق بده، کل ما را صبر و ثبات بده در راه اسلام و در راه قرآن و در راه پیروی از اسلام بزرگ و اسلام عزیز که خداوند ان الدین عند الله الاسلام، دین پسندیده در نزد خداوند جل عظمته و دینی را که خالق ما برای ما برگزیده اسلام است و اسلام دین تمام پیغمبرای پیشین بوده و دین ما هست و دین ما و تو هست برادر عزیزم و دین است که رسول الله صلی الله علیه وسلم برای ما آورده و خداوند ما را توفیق بده که با اسلام و با مسلمان ها و بر موازین و اصول اسلامی زندگی بکنیم. تلفن دیگری هم میگیریم. بله بفرمایید. تلویزیون صدای افغانستان در پرتو ایمان. بله. و علیکم السلام و رحمت الله.
فقط یک دویا بکنم، درست است؟ خب سیست. برادر و خواهر عزیز و گرامی، از اینکه وقت ما به پایان رسیده، یکی دو مطلب دیگه هم داشتیم که میخواستیم از معجزات علمی قرآن برتان صحبت بکنیم و صحبت داشته باشیم که انشالله اگر عمر باقی بود در هفته آینده و صحبت خواهد کردیم، چون وقت ما به پایان رسیده و از استودیو برای ما تلفن آمد و تماس گرفتن دوستا که وقتتان پایان یافته. به اون لحاظ اینمی آخری تلفن را میگیریم، باز دعا میکنیم. بله بفرمایید. تلویزیون صدای افغانستان. سلام علیکم استاد محترم، خوب هستید؟ و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید. بسیار خوش پروگرام اولین دفعه میبینم. خدا خیر بده، ما شما یاد میگیریم. مگر یک هفته که ما به انسان دارم و خواستیمی را با کل ما بشناسیم در 4-5 سال. بسیار یک خانم مجاهد، بسیار یک آدم، یک زن راستی که مردم نمیتونن این کار پیش ببره. بسیار باش آمد، موضوع بسیار آموختیم. خداوند خیرتون بده. امی تلویزیون چیزم با پای امروز پار کرد بازنی یک نامردی که مردم که باز وقت آخر که یک کس کار کردی که باز پیش از یک هست بکشه یکی ناجان مردانه سالا نام و تندوری ها را بکی بعد کردی رو وقت رامان. خدا برتان خیر بده. فهمیدم. یکی هم رنگ ازون میگم انشالله انشالله که خدا خیرتان بده. انشالله که حل میشه. برادر عزیزم یک جان تشکر. خدا اجر بدیتان. خداوند خیرتان بده برادر گلم. از حسن نظرتان یقینا خواهر بسیار بزرگ و خواهر نیک ما بوده و همچنان نقش برادر ما عبدالرحمن جان را نباید فراموش بکنیم که یک برادر ملی هست، همیشه کوشش کرده، یقینا هم نوایی و هم نظری داشته با خواهر عزیز ما در پخش اسلام. هر دو خواهر و برادر هستیم. اگر یک اختلاف پیدا شده، اگر خدا نکنه یکی را تخریب بکنیم، چیز خراب بگوییم، زیادتر دشمنی را زیادتر عداوت را در بین تحریک میکنیم. به اون لحاظ از هر دو انشاءالله میخواهیم که باعث خواهر و برادر خود امید به خداوند سر اختلافی که از رفع شوه و بسیار در فضای دوستی، در فضای صمیمیت هیچ جایی برای کسی نمانه و بر از اونام نمانه که کسی انگشت بگذاره. چرا دعوتگرای اسلامی باید همین اصول و همین موازین را مراعات بکنن. در اخیر دعا میکنیم که خداوند کنه ما را مصدر خیر بگردانه. هر قدمی را که میبرداریم خداوند قدمای ما را بری از ریا بگردانه. خداوند در فضای کشور ما یک صلح واقعی را به دست صالح‌ترین و نیکوترین فرزندای ملت ما قایم بگردانه. خداوند دامن فتنه و جنگ و آشوب را، قتل و غارت را که در بین ملت ما از بیگانه ها ایجاد شده و دستای ناپاک از دور و نزدیک دراز است و ایر دامن میزنه، خداوند دستا را قطع بگردانه. خداوند دیده های ما را و دیده های ملت ما را، دیده های بیوه و یتیم ما را، خداوند دیده های پدرها و مادرای قامت خمیده ما را با تحقق یک صلح واقعی در زیر لوای پرجلال اسلام روشن بگردانه و اسلام ناب را که درمان بخش تمام بیماری های ما، بیماری های اجتماعی، اخلاقی و روانی و انسانی ما هست، در جامعه ما بگردانه. و همونطور که جهاد و قیام ملت ما یک نمونه بود، خداوند صلح را و بقای صلح را هم با عنوان یک نمونه در کشور ما بگردانه و دیگرها را توفیق بده که از صلح ما، از اخوت ما، از برادری ما پیروی بکنن. خداوند فردای ما را بهتر از امروز ما و آخرت ما را بهتر از دنیای ما بگردانه. و صلی اللهم علی خیر خلقک محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.